خب الان دارم میگردم تو این اطراف ببینم چه سوژه‌ای میتونم پیدا کنم واسهتون که حالا حالت استوری یا ریلز بتونم واسهتون در بیارم و امیدوارم که سوژه رو پیدا کنم. به آقا مبین عزیز میکروفونو بگیر. خوبی؟ سرصورت چه اینجوری؟ داشت دیگه اثرات کشتی بود، کشتی گرفتن سر صورت میاره پایین. احساس میکنم اگه یو اف سی میرفتی کمتر چشی دارم. داری؟ نه الان این بر نداره، این بر داره. تکلام قشنگی های کشتی این نمیزن. دقیقا ما بالاخره ما خوشبیری خودت میداریم. تو دوست داری فازشو؟ چیو؟ فازشو؟ بازه چیو؟ من حالت جنگی بودن و دیگه امیمیتور و خبیب و نه من که میدونم داداش. چه حاجت بود برای به یه دونه پیام کردی واسه طرفدارایی که از کردستان دارن نگاه میکنن سریع بده. جوجی کردستان. به به. با کی هم اتاقی احمد؟ من با آقا مبین. آقا مبین. خیلی آقا مبین رو با 3 تا صفت توضیح بده. پرتلاش. خب با اراده. همونه که بابا. پرتلاش با اراده داشت منش یکی خوب. با ایمان. با ایمان، با تقوا، بله. تقوا و شیطون. از چه نظر؟ از نظر از نظر شیطون یعنی خودت. چرا میندازی رو من آقا؟ دمت گرم. مرسی. بده